تا حال از جانب کشور میزبان یعنی کمیته دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها میگوید هنوز معلوم نیست که سفر دستجمعانه شهروندان برای ادای حج کی امکان پذیر است. از سال 2020 به این طرف شهروندان تاجیکستان به خاطر پنجشنبه کرونا ویروس نمی توانند برای ادای حج به عربستان سعودی سفر کنند. سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها ضمن نشست خبری این کمیته گفت در مسئله برگزاری حج از طرف کشور عربستان یگان دعوتنامه ارسال نشده است. دولتزاده افزود هنوز معلوم نیست که حج فرضی در چه شرایط برگزار می شود. ما هم کمیته هم ماهای دکبر بود جهتی به تنظیم در آوردن همین روند با درخواست به استاد جمهوری مراجعه نموده بودیم، ولی متاسفانه یک حالت شد که آخرهای ماه دکبر اولهای ماه ینور یک باره امین شتم نوی کرونا ویروس از حد زیاد شد در تمام دنیا اوج گرفت. این همگان ما میدونستیم و به همین خاطر یک مدت به تاخیر انداخت که یعنی ببینیم که وضعیت اپیدمیولوژی چگونه می شود. در ماه‌های اخیر بعضی شهروندان تاجیکستان تلاش دارند از طریق ازبکستان برای ادای حج عمره به عربستان سعودی روند. سلیمان دولتزاده گفت مسئله سفر برای ادای حج عمره به بهتر شدن وضع کرونا ویروس وابسته است. برخی از ساکنان طول چند سال است که منتظر باز شدن راهشان به سوی خانه خدا هستند. من هم 3 سال پیش سپرده بودم. اگر خدا راضی شود هم 63 سالگی ده روام هم حج ده اگر خدا راضی شود گفتم. این یک 3 سال شد. این اپیدمی که سر شد کو کسالو. این همین یکم چیزی همون уже هم 3 سال می رود. همین من خواهش دارم که یک رفته زیارت کنم خانه خدا ما، خانه کعبه. تا سال 2020 همساله از تاجیکستان کمی زیادتر از 6000 نفر برای ادای حج فرضی به عربستان سعودی می رفتند. بر علاوه این بیشتر از 3000 دیگر حج عمره را ادا می کردند. عربستان سعودی با ادای قاعده های بهداشتی اجازه داده است که مسلمانان برای ادای حج به این کشور سفر کنند. بر اساس این قاعده هر نفری که می خواهد به عربستان سعودی رود باید واکسینه بگیرد.